جعفر فرزند امام هادی، برادر امام حسن عسکری و عموی امام زمان است. جعفر پس از شهادت امام حسن عسکری ادعای امامت کرد. از این رو شیعیان 12 امامی وی را کذاب لقب دادند. بنابر روایتی پیامبر او را به جهت ادعای دروغینش در امامت به کذاب ملقب کرد و از تولد و اعمالی که از او سر خواهد زد خبر داد و امام ششم را صادق لقب داد تا از او متمایز شود. او برای تثبیت ادعای امامت خود اقداماتی انجام داد، اما به گفته شیخ مفید هیچ یک از تلاش‌های او نتیجه نداد. 4 مورد از اقدامات او عبارت است از: 1. میخواست بر جنازه امام عسکری نماز میت بخواند، اما امام زمان که طفلی خردسال بود وی را کنار زد و خود بر جنازه پدر نماز گزارد. 2. معتمد عباسی را تحریک کرد که خانه امام عسکری را برای یافتن فرزندش جستجو کند و با همکاری او بود که یکی از کنیزان امام عسکری زندانی شد. این اقدام جعفر پس از آن صورت گرفت که گروهی از قمی‌ها برای دیدار با امام عسکری به سامرا رفته بودند و با خبر شهادت امام عسکری مواجه شدند و جعفر را به عنوان امام پس از او به آنان معرفی کردند. شیخ صدوق میگوید آنان با پرسش‌هایی از جعفر او را شایسته امامت ندانستند، اما پاسخ‌های خود را از امام مهدی دریافت کردند. 3. جعفر پس از دفن امام حسن عسکری با اینکه مادر امام زنده بود مدعی میراث امام 11 شد، در حالی که بر اساس فقه شیعه در صورتی که یکی از طبقه اول در ارث مثل والدین زنده باشد، ارث به طبقه دوم مثل برادر نمیرسد. 4. جعفر حاضر شد سالیانه مبلغی به حکومت وقف بدهد تا امامت او را تایید کند. در روایتی از امام زمان در پاسخ به نامه یکی از شیعیان، جعفر فردی بی اطلاع از احکام دین و کسی معرفی شده که قادر به تشخیص حلال از حرام نیست. بر اساس این روایت جعفر برای یادگیری سحر 40 شبانه روز نماز خود را ترک کرده است. به گفته شیخ صدوق شیعیان جعفر را به شیوه‌های مختلفی آزمودند. آنها ادعای امامت جعفر را رد کردند و او را شایسته این منصب ندیدند. با اینکه جعفر در اوایل کار پیروانی جمع کرد، اما پس از گذشت چند سال از مرگش هیچ گروهی از شیعیان دنبال روی او نبودند.